سلام به همه شما بچهای فنی. اگه دنبال یه نقشه راه دقیق برای کنکور فنی هستین و میخواین بدونین این 3 سال قراره چطوری بگذره، جای درستی اومدین. امروز قراره این مسیر 3 ساله رو با هم کالبد شکافی کنیم و ببینین هر درسی که میخونین چه جوری شما رو برای موفقیت نهایی آماده میکنه. این سوال احتمالاً بزرگترین دغدغه ذهنی خیلی از شماست، درسته؟ این همه درس، این همه کتاب. آدم از کجا باید شروع کنه؟ تمرکزش رو اصلاً باید روی چی بذاره؟ خب نگران نباشین، قراره دقیقاً به همین سوال جواب بدیم و مسیر رو براتون روشن کنیم. بیاید یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. فکر کنین دارین آینده شغلیتون رو مثل یه ساختمون حرفه‌ای میسازین. هر سال تحصیلی میشه یه طبقه از این ساختمون. ما با هم از فونداسیون شروع میکنیم و پله پله تا خود پنتهاوس تخصص شما بالا میریم. آماده این؟ پس بزن بریم. خب طبقه اول، سال دهم. اینجا همه چیز درباره ساختن یه فونداسیون محکم و درسته. میدونین که اگه پایه قوی باشه، بقیه ساختمونم محکم و مطمئن بالا میره. پس این سال خیلی مهمه. حالا یه نگاه به این درس‌ها بندازین. نکته واقعاً جالبش ترکیب هوشمندانه ایناست. ببینین، از یه طرف ریاضی و فیزیک رو دارین که بهتون قدرت تحلیل و درک منطقی میده. از طرف دیگه بلافاصله دروسی مثل نصب سیستم‌های رایانه‌ای و برنامه‌سازی رو دارین. یعنی چی؟ یعنی اون تفکر تحلیلی رو همونجا در عمل به کار میگیرین. این یعنی تئوری و عمل از همون روز اول دست به دستم میدن. خیلی خوب، فونداسیون رو محکم چیدیم. حالا وقتشه بریم سراغ طبقه دوم، سال 11. اینجا جاییه که دیوارهای اصلی تخصص شما بالا میره و مهارتاتون شکل خیلی جدی‌تری به خودشون میگیرن. ببینین، اینجا دیگه شما فقط یه یادگیرنده نیستین، دارین تبدیل به یه سازنده میشین. با درس‌های کلیدی مثل توسعه پایگاه داده و طراحی وب، شما ابزارهایی رو به دست میارین که واقعاً میتونین باهاشون محصولات دیجیتال واقعی بسازین. این یه جهش فوق‌العاده است، از دونستن به تونستن. و بالاخره میرسیم به طبقه آخر، خود پنتهاوس. سال 12 اوج ماجراست. اینجا همه چیز کاملا متمرکز، تخصصی و مستقیما رو به آینده شغلی شما طراحی شده. نکته کلیدی اینجاست. شما تو سال آخر با مفاهیم سر و کار دارین که همین الان تو بازار کار کلی تقاضا براشون وجود داره. امنیت شبکه، تجارت الکترونیک، اینا فقط اسم درس نیستن ها، اینا عناوین شغلی خیلی پردرآمد تو دنیای امروزن. سال 12 رسما شما رو از یه دانش آموز به یه نیروی متخصص جوان تبدیل میکنه. خیلی خوب، بیایید یه قدم بریم عقب و از این ساختمون 3 طبقه‌ای که ساختیم یه نمای کلی ببینیم. میخوایم ببینیم این مسیر چطوری قدم به قدم شما رو از یه زمین خالی به یه متخصص تمام عیار تبدیل کرده. این تفاوت رو عمیقاً حس می‌کنین. شما از یادگیری قوانین کلی جهان تو درس فیزیک میرسین به محافظت از دنیای دیجیتال تو درس امنیت شبکه. این فقط پیشرفت نیست، این یه دگرگونی کامله. این یعنی شما برای چالش‌های واقعی دنیای کار آماده شدین. اگه بخوایم کل این داستان رو توی 3 پرده خلاصه کنیم، اینطوری میشه. اول با چراها و چطورهای اصلی و بنیادین آشنا میشین. بعد یاد میگیرین که با ابزارهایی که دارین بسازین و در نهایت یاد میگیریم که سیستم‌های پیچیده رو مدیریت و امن کنین. یه مسیر کاملا منطقی و قدرتمند برای متخصص شدن. این مهمترین چیزیه که باید همیشه یادتون بمونه. هیچ درسی تو این مسیر الکی یا بیدلیل نیست. هر کدومشون مثل یه آجر یا یه قطعه لگو برای ساختن آینده حرفه‌ای شما ضروریان. از ریاضی سال 10 گرفته تا امنیت شبکه سال 12 همه اینا به هم متصلن. خب، نقشه کامل و واضح دست شماست. تمام مسیرها و مقصدها مشخصه. دیگه سوال این نیست که خب من چی کار باید بکنم. سوال اصلی اینه که اولین قدم قدرتمند من برای فتح این مسیر چیه؟ از همین امروز شروع کنیم.